خب بچه‌ها توی این ویدیو میخوایم آموزش تایم دادن به کلمه رو بدیم که یه قابلیت خیلی خوب هست و هر چیزی هم که شما خودتون دستی اد کنید میتونید بهش تایم بدین که زیرنویس تو چه ثانیه‌ای نشون داده بشه، اول ویدیو باشه نباشه یا هر چیزی. یه نمونه خیلی خوب هست این ویدیویی که هم تایم میخوایم بدیم و همین که اگر جای زیرنویس نشده باشه اون رو بیام اد کنیم و به اونم تایم بدیم. مثلا دقت کنین اینجا چی میگه؟ میگه سلام عزیزم، ولی حالا هوش مصنوعی نتونسته تشخیص بده، سلامت نوشته. خب باید چیکار کنیم که هم کلمه اد کنیم هم تایم بندی کنیم؟ من روی سلامت کلیک میکنم، اینجا روی ادیت میزنم. اینجا که من روی ادیت زدم خب میام اینجا سلامت اشتباه، سلام رو مینویسم و اینجا یه اسپیس میذارم، عزیزم رو مینویسم چون اونجا گفت سلام عزیزم. ببین پلی کنم، سلام عزیزم. حالا من اینجا اعمال که بزنم کلمات خودش میشکنه و جای نگران نیست. من اعمال بزنم اینجا، ببینید سلام عزیزم اومد، ولی یه نکته داره، سینک نیست. دیدین سینک نیست. چجوری با سینک کنیم؟ برای سینک کردن کلمه همیشه باید کلمه بعد رو سینک کنیم بعد برگردیم سراغ کلمه قبل. یعنی اول سلام رو بهش دست نمیزنیم، عزیزم رو میام روش میزنم، روی تایمینگ کلیک میکنه، آیکون تایم، ببینید آیکون تایم کلیک میکنم، اینجا پلی میکنم ببینم عزیزمو کجا میگه. ببین اینجا این کلمه‌ای که میخوایم ادیت کنیم اینه، عزیزم. ببین اینجا پس سینک نیست. من این زرد رو میکشم تا آخر، اینم میکشم تا اینجا، ببینم کلمه عزیزم سینک شد. ببین یک کم دیگه میکشم اینجا، عزیزم درسته. اعمال رو میزنم، حالا برمیگردم روی سلام، اینجا گزینه تایمینگ رو میزنم و ببین اینجا هیچ چیزی نیست دا. پس سلام هم این کلمه پایین نشون میده که کدوم میخوایم سینک کنیم. پلی رو میزنم، سلام. خب این کلمه سینک شد. حالا یک بار دیگه اینجا من میزنم برگردم از اول، به همین راحتی.